در ایران یکی از ترانه‌سرایان شناخته را بازداشت کردند و نزدیکانش میگویند از سرنوشت او نگران هستند. یغما گلرویی که با آوازخوان‌های معروف خارج ایران از جمله سیاوش قمیشی همکاری میکرد، به گفته همسرش اتینا حبیبی روزی 30 نوامبر دستگیر شده است. خانم حبیبی روز 1 دکبر در صفحه‌اش در اینستاگرام نوشت که ماموران امنیتی آمده و شوهرش را به محلی نامعلوم بردند و خانواده‌اش درباره سرنوشت یغما گلرویی هیچ خبری ندارد. و در این باره صحبتی داشتم با محمد زرقامی، همکارم از رادیوی فردا. محمد، استودیوی ما خوش آمدی. درباره عامل‌های بازداشت یغما گلرویی چیزی زیاد گفتن نشده است، ولی چی میتوانست سبب دستگیر شدن او بشود؟ ببین، یغما گلرویی اگر بخوایم در موردش به صورت خیلی دقیق صحبت کنیم، ترانه‌سرایی بود که حرف میزد و برای این حرف زدنش خب باید بها میپرداخت، به خاطر اینکه ترانه‌سرایی بود که معترض بود، منتقد بود، بی‌پروا انتقاد میکرد از سیستم. در آخرین گفتگوهایی که ازش موجود هست روی اینترنت ما میبینیم که انتقاد میکنه به وضعیت موسیقی، انتقاد میکنه حتی به وضعیتی که پیش اومده، ابراز خوشبینی نمیکنه از اینکه بخواد اتفاق تازه‌ای در اوضاع موسیقی ایران بیفته، حتی بعد از روی کار اومدن دولت معتدل آقای روحانی، چیزی که ما داریم میبینیم. محمد، چه بیشتر سبب محبوبیت یغما گلرویی در ایران شده است؟ تفاوت ترانه‌های او از ترانه‌سرایان دیگر چیست؟ یغما گلرویی محصول نسل تازه ترانه‌سرایان ایرانیه که بعد از 2 خرداد و روی کار اومدن محمد خاتمی فضایی ایجاد شد که اینها بتونن خودشون رو ابراز کنن و بروز بدن. به نظر من چیزی که یغما رو منحصر به فرد کرد نوع نگاه خاصش بود و یک نوع اعتراض مشهود در ترانش وجود داشت. یعنی ترانش ترانه عاشقانه صرف نبود، این اعتراض رو بیان میکرد. حتی وقتی اومد کاری مثل کار جان لنون تصور کن رو سرود یا ایمجینو اومد به فارسی سرود، شما این رو در اون هم میدیدید. بی تفاوت به اجتماعش نبود، اما یغما به نظر من به خاطر ترانه سرا بودن صرفش مطرح نیست. یغما چهره جنجال برانگیزیه. عده‌ای هستن که قد داره بستن که سر به تن یغما گلرویی نباشه، عده‌ای هستن که به شدت طرفدار یغما هست. میگم مجموعه ای از تمام این شرایط یغما گلرویی رو مطرحش کرده. اما اون چیزی که خیلی ها من فکر میکنم از یغما خاطرشون میمونه در این روزهایی که یغما الان در زندانه، این مسئله بیان آزادانه مواضعش بود. چرا که وقتی که گروه اولی از ترانه‌سراها میشه گفت ماه‌ها پیش بازداشت شدند، یغما گلرویی تنها کسی بود که به میدون اومد و کنار اونها ایستاد و اعلام همبستگی کرد. این امکان وجود دارد که مثل بعضی از قضیه‌های نادر این ترانه‌سرا را آزاد کنند و یا عمدتاً بعد از این گونه بازداشت‌ها کار تا به زندان میکشند؟ ببینید، اینا همه بستگی به سیستم قضایی در ایران داره. به هر حال اون چیزی که مشخصه، تجربه های پیشین نشون داده که کسانی که بازداشت میشن مدتی در بازداشت میمونن برای اینکه به هر حال مورد بازجویی قرار میگیرن و اینکه واقعا چه نهادی یغما گلرویی رو بازداشت کرده تا الان مشخص نیست. آیا وزارت اطلاعات این بازداشت رو انجام داده؟ آیا اطلاعات سپاه پاسداران بوده؟ هنوز هیچ نهادی اعلام نکرده که ما یغما گلرویی رو بازداشت کردیم. برای این مشخص نیست. ضمن اینکه الان در ایران 40 تعطیلات و باز هم دستگاه‌های دولتی هیچ کدوم بر سر کار نیستن که بشه اطلاعات بیشتری ازشون گرفت. خانواده هم نتونستن تا این لحظه به اطلاع خاصی دسترسی پیدا کنن و باید منتظر موند و دید که اولین واکنش و اولین صدا از کجا در میاد. ضمن اینکه به خانواده ها در این مواقع اصولا گفته میشه که رسانه‌ای نکنن این جریانو و خانواده یغما گلرویی هم قرار بود تا دیروز مثلا خانوادهشون صحبت کنن، حتی با رادیو فردا، بعد اعلام کردن که ما گفتگو نمی کنیم. گویا به هر حال در این مواقع به خانواده اصولا گفته میشه که گفتگو نکنید. تشکر محمد برای صحبت. تشکر.